خوش اومدی ای بی پلنه مثلا خوش اومدیم به روم تو. برای بار سوم بهتون خوش آمدگویی گفتم. اینجا لپتاپ ایسوس تاف گیمینگ RTX 3050 اینتل کور 7 تی آی هم 8 512 گیگا SSD همین تموم شد. مرسی که ویدیو دیدین. لایک باشه. اینجا هم یه دونه از این ابرا داریم. کسایی که بیننده قدیمی من باشن، یکی مثل من. مرسی. 4 سال نه 3 سال من اینو دارم و به زودی اینو به احتمال خیلی زیاد قرار عوض کنم. اینا رو بکنم یه دونه نو بدم، شاید رنگ میشم کلا عوض کنم، شاید هم تک رنگ فقط بنفش بزنم. اینا دیگه داره میترکه و اینا. خلاصه اگه دوستان اینو یاد بگیری چیز خاصی نیست. چسب میخرید با پنگو ریسه خیلی کار راحتی. فقط یکم use your fucking bullshit brain بکن. ببین چی داریم داداش. ساعت رولکس اورجینال، ساعت بنتن. بندازیم دستمون ببینیم آیا قدرت میتونیم داشته باشیم یا نه. محتوای ویدیو هامیکیان. وای بچه‌ها ببین من یک آدم بسیار کفش باز هستم و اینجا یه دونه باکس جعبه کفش بسکتبال لاملو بال از برند فوما. فوما میشه اون یکی اگه اشتباه نکنم. فوما اصلا من نمیدونم چی هست. فوما برند لوازم. اینجا هم یه دونه جعبه باکس تراویس اسکات داریم که تراویس اسکاتش هم اینجاست و یه چیز قرار پشمان شما رو برزونه. این که میگید چرا کفش کاملا پاره شد. من 1 سال از این استفاده کردم. کفشش پاره رفتم درست بکنم اینو آقای آبی زد و این کفش دیگه قابل استفاده نیست. شاید فقط تو مدرسه اینو دیگه از این بعد بپوشم. کفشای منو بگیرید. یه دونه جردن 4 داریم واسه 3 سال پیش اینو خریدم، تراویس اسکات. اینم همون کفشه که به شما دوستان گرامی گفته بودم. این همون کفشه. خیلی کفش جالبیه. اگه رسیدیم به بخش جذاب اتاق من، پرایم های زیبای من. بچه‌ها خیلی من توی خیابون مثلا حالا دوستای بچه‌ها از شماها من میبینید اصلا من رو به پرایم میشن، شاید باور نکن، جدی میگم. مثلا همین دیروز منظریه بود این حرفمو گفتن که تو پرایم نیستی، پرایم داری فلان اینا. بچه‌ها یه چیز در مورد پرایم ها بهتون بگم به جلو. اینایی که زیرشون اینجوری تختن اینا واسه آمریکا هن و این بقیه واسه انگلیس و یا اروپا هستش. مثلا اینا الان همشون واسه انگلیسه بکنن. الان این برای کجاست؟ UK یونایتد کینگدوم. نه نوشته اینجا واسه این دوتا رو خلاصه از آلمان واسه من یکی فرستاده بود. این دوتا هم همین ایران گرفتم. اگه شما میخواین کامنت بذارید، من آی تلگرام یا این حساب این پیام بدید، بهتون راهنمایی میکنم که چجوری بتونید پرایم تهیه بکنید. یه مانسن هم اینجا هستش و میرسیم به بخش خیلی جذاب و گوگلی. ببینید چیا دارم. بیا اینجا رو تخت دادش. آقا بچه ها ببینید این اسپری بدن هستش. این اسپری صورت هستش که اینو میزنی به صورتت، بعد دستا میاره هر کی چرک صورتت دست میاد میزنه بیرون. میدونم اینجا ماسک ژل آلوورا هستش، حاوی 95% عصاره آلوورا، کاهش التباط پوستی و تسکین دهنده پوست پس از اپلاسیون لیزر. این چرت این وای اینو هر کفش بازی میدونه این چیه. این واسه تمیز کردن کفشه. این لکه بر کفشه. نه بله. اسپری خوشبو کننده کفش. دیگه چیامون تمام شد روم تو؟ تمومه. نه اینجا بخش جذاب اتاق من. تلویزیون چی بوس، یکی از آشغال‌ترین و مزخرف‌ترین تلویزیون جهان همین تلویزیونه. بیاد نزدیک بگیر. این تلویزیون مزخرف و چرت و پرت و بوس. بچه‌ها من به شما پیشنهاد میکنم اصلا تلویزیون نداشته باشید ولی اینو نخرید. یعنی خب این تلویزیون کم داشته باشید این آشغال مزخرف رو نخرید. اصلا اگه دوست داشته باشید ویدیو پورت دوم پوکو اکس 3 رو اینو میگیرم. 100 درصد از اون بردن تلویزیون بوس. اینجا هم که بچه‌ها یه نمونه ابر داریم که من ازش استفاده نمی‌کنم. حالا بذارید الان برای شما روشن می‌کنم نگاه بکنید.
ناریش توی موبایل بچه اگه نمیدونید در اومد تا این من بس کنم بچه من بوده 1 سال پیش 1-2 ماه توی رشت خیابونا کاسبی میکردم سازماز میزدم کاسبی اصلا توپ داشتیم بشین اینجا یکم براتون ساز دادم عشق بکنید نمیگیرم و بریم سراغ خیلی باحال باشه ستون بگم این اصلا لباس من نیست تن منه لباس دوستم از لباس من از من گرفت و این لباس خودش رو من داد من خیلی ناراحتم چون لباس خودم خیلی زیاد 2 تا کیت فوتبال داریم بچه‌ها اینجا رئال مادرید من رئال فنم این یه کیت کاستوم شده جدید ازش اینم یه این اورجینال نمیدونستی اینو من سال 2017 آدیداس اینا اورجیناله هیچی نیست معرف کنم مثلا بیرون توریناست و کیت طرفداریه این آره این کاستوم شده است من اینو فکر کردم مثلا قراره مثلا 2025 کیت رئال باشه ولی نبود کاپشن معروفه به کاپشن جنده داخل مدرسه ما چرا این کاپشن من اول دیدم این پوشیده خیلی خوشم آمد و یه تن زدم بهش و بقیه که دیدن من اینو پوشیدم همه اینو گرفتن و پوشیدن یعنی تک تک بچه‌های مدرسه ما اینو پوشیدن کل مدرسه یعنی ببین 300 نفر مدرسه همشون واسه هم میگیم این جنده نه آقا خواسته یک کاپشن باکس 1.500 زارا شلوار خار و مادر بگ داریم بچه‌ها اصلا خار و مادر بگ یعنی میپوشن روی این شلوار میخوام بپوشنش باز واسه من بزرگ اصلا نمیدونم چرا همچین چیزی خریدم میبینی؟ هوملسی دیگه زیاد حس میکنم بچه‌ها یه شلوار خیلی خفن که من تا چون زیاد اینو میپوشیدم این شلوار صورتی یک شلوار صورتی بود؟ صورتیه دیگه بگی من فکر این دیده بودم فکر میکنم خاکستری الان تو کامنت ها داشت باشه فهمیدیم لباس داریم داشت باشه فهمیدیم زندگی میکنیم شاف نکنن اینقدر نیستی من این ویدیو رو اگه مثلا 2 سال پیش میگرفتم همه فوش بدن به نه مثلا یوتیوب مثلا تا 1-2 سال پیش 1 سال پیش مثلا 2 سال پیش کسی روم تو میداد همش بهش فوش میدادن واقعا دارم میگم بچه‌ها مثلا من کامنت ها مثلا یوتیوبرای حتی دیگه مثلا علی بیگ اسموگ که اتاق اون خفنی داشت الان مثلا تازه من پشمام ریخته تازه مثلا کسی هیت نمیده اصلا من کمتر یوتیوبری مثلا بهش هیت بدم مثلا خیلی با هم میگن داشت پشمام اصلا هیچ هیتی نداره واقعا من یه دونه هیت هم تو هیچ کدوم از کامنت هم ندارم اینجا ما 2 تا ایرپاد داریم ایرپادز پرو و یک لحظه میتونی اینو بگیری ایرپاد لنوو اینجا هم یک گوشی بسیار لژند داریم بچه‌ها ردیو 6 پرو که روشن میشه بگی روشن پشمام از چی هم اینم بشونیم داشتی کامنت ها بنویس تو پشمام گوشی روشن شده جی رمزش بکنم این بود به این چه برنامه‌ای داشتم روبیکا مرسی بچه اون موقع این 10 سالش بوده ناراحت شدم آجی اصلا دپ شدم AB Planet